من صلى یرای فقد اشرک. اگر نمازت یرایی باشد، یعنی ریایی باشد، خودنمایی باشد، خودستایی باشد، خالی از اخلاص باشد، خالی از نیت نیک باشد، خالی از رضاگی و فرمان خدا باشد، پیامبر گرامی گفتند تو شرک در راه خدا کردی. با این نماز تو در پیشگاه پروردگار مبتلای شرک شدی. و من صام یرای فقد اشرک. اگر تو روزه بگیری به خاطر که گویند فلانی هر یک روز دوشنبه و پنجشنبه روزه دار است، بسیاری از برادرای ما همین رکلم را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما خودنمایی را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما 4 تنگه را صدقه میکنند، در گوش هزارها میرسانند. حبیب خدا میگوید اگر روزه تو ریا